و کلمه خواندن و خوش میشی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شاگردان مفتی صاحب با من خوش شوه، پیش الله من مسلمان بودم، مسلمان هستم و مسلمان خواهم رفت، اما با اون برادرم تبش خوش شوه دوباره او گفت ذکر که گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله. آمدم سر کل بدعت ضلاله. برادران عزیز یاد بگیرین، یاد بگیرین که بسیار علم خوب چیز است. کل بدعت ضلاله. او برای اونا میگم که هر بدعت ضلالت است. مولا قاری صاحب میگه که مخصوص البعض است، یعنی هر بدعت گمراهی نیست، بدعت بد گمراهی است. آیا مولا قاری از پیش خود میگه؟ نه خیر. حضرت رسول الله بلند بگوین صلی الله علیه وسلم در ترمذی شریف در جلد اول سفر به خاطر نمیخوانم که ترمذی ها فرق میکنه، باز او اینجا خو نیست، هر کس به برش خط به خط نشان میتم. بگوین الله اکبر. حضرت رسول الله علیه السلام در ترمذی شریف میفرمایند کسی که بدعت میکنه بدعتن ضلالتن. ضلالتن کی میگه؟ پیغمبر علیه السلام. کسی که بدعت گمراهی را میکنه او گمراه است. بگوین الله اکبر. و حدیث دیگری است در مسند احمد حنبل که حضرت رسول الله علیه السلام میگه، بگوین صلی الله علیه و سلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هر چیزی را که جمعی از علما، عوام نه مسلمانا، جمعی از علما به هزاران عالم کتاب داره در اثبات میلاد تجلیل مجلس میلاد محمد علیه الصلاة و تسلیم. هزاران عالم تنها کتاب داره. پس پیغمبر گرامی علیه السلام یک بار درود شریف برش بخوانیم، میگه که هر چیزی را که جمعی از علما خوب بدانن او خوب است. و در حدیث بخاری شریف چی میگه؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. طالب العلم متوجه باشید، نمیگه که هر چیزی که نو پیداست بد است، میگه که ما لیس منه، او چیزی که از دین نیست و بد است، یک گناه نو. کدام ثوابی که مثلا تبلیغ به یک شکل امروزی در رسانه ها، در رادیوها، ذکر کردن، قرآن خواندن، مسابقات قرآنی. یک جای رفته بودم پروان، مرا میمان کرده بودن مجلس میلاد پیغمبر علیه السلام، 10,000 نفر جمع بود. بگوین الله اکبر. یک مولوی صاحب خیز گفت که این مجلس میلاد نگوین که بدعت است، مجلس سیرت بگوین. مجلس سیرت. باز در گوش گفت و سیرت اثبات کو. اولا هوی فکرم نیست. گفتم فکر بگی حضرت ده ملا صاحب خو حالی که تو مجلس سیرت نام ماندی را اثبات کو خیر. کل بدعت که شد خو سیرت هم بدعت شد خیر مجلسش دیگه. که برادران عزیز ما، خواهران محترم ما، در وقت اوج فتنه و فساد چی میخواین بگوین؟ در وقتی که نیاز است، فرض است که باید امت متفق باشه، نباید که این چنین سخنان تیت و پراگنده در بین مردم ما رواج بسازیم. هر چیزی خوب را بدعت بگوییم. الله برای شما و برای من توفیق بدهد. با آواز بلند آمین بگوییم. و دیگه حدیث صحیح مسلم شریف است. صحیح مسلم. پیغمبر علیه السلام خودش میگه که من سن سنتا حسنتا، کسی که طریقه میگذاره یک طریقه نو را، فله اجرها و اجر من عمل بها، برای از او ثواب امین است و ثواب کار میمیره. پسان میمیره و دیگران میرن. اما ملک مبارکی که در عراق مولودی را خیرات ها کرد، بعضی او را نام مبارکش گرفته تا سر منبر دشنام میتن. بگوین استغفر الله. اما امام ذهبی در سیره اعلام نبلا، امام ذهبی کسی است که سلفی و صوفی به او احترام داره. بگوین الله اکبر. او چی میگه؟ ملک مظفر کان عالما عادلا صالحا. اما کسی که اول به شکل امروزی مجلس میلاد گرفته. بگوین الله اکبر. ابن کثیر دمشقی در البدایه او مبارک تعریف میکنه و ما سر منبر او را دو میزنیم. نقدش کو، اما دوش نزن مولوی صاحب محترم، خفه نشوید. دوملا صاحب گرامی، علامه صاحب، شیخ صاحب، مفتی صاحب،
من طالب علم تو، من شاگرد تو، نقدش کو، بگو همون کار خلاف حدیث کار کردم و دوش نزن سر منبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. پس سوالی که فرمول وضع کردن تکرار میکنیم. آیا مجلس پیغمبر علیه السلام، مجلس مولودی را پیغمبر علیه السلام ثوابش میفهمید؟ بله. آیا ثواب داره؟ بله. خب رسول الله را اعلان کرد یا نکرد؟ اعلان کرد. اگر اعلان کرد کو دلیل؟ دلایلش را بیشتر خواندیم. اعلان رسول الله دو قسمش بگوین صلی الله علیه و سلم، صریحی، اشاری. صریحی، اشاری. این ما براتون نقل میتونم، یاد میتونم برای برادر که ندارن. صراحت نگفته، به اشاره گفته که ما رآه المسلمون حسنا. این اشاره کرد، عمومی گفته. اگر ما قید کنیم بگویم که نه، هر چیزی که نو پیداست بدعت است. حضرت عمر فاروق بگوین رضی الله عنه گفت ای ابو بکر صدیق رضی الله عنه، امیر قرآن شریف جمع نکنیم؟ قرآن شریف توته بود، امیر یک جای جمع نکنیم؟ ابو بکر صدیق صاحب گفت این بدعت است. چطور قرآن شریف جمع میکنی؟ چندین دو باز گفت او ابو بکر صاحب بدعت است، پیغمبر علیه السلام نکرده، ولی این به این گپ اول نیاز است، ضرورت است، اجازه بدید که جمع کنیم. ابو بکر صدیق گفت اجازه داد، بگوین الله اکبر. نقطه گذاری قرآن بدعت است. نقطه نمی باز چه قسم قرآن میخوندیم امروز؟ تو خب بدعت للدین فی الدین جور میکنی، اما للدین فی الدین از کدام حدیث میکشی؟ خیلی گوی بدعت که شد، خب للدین فی الدین هم حدیث نیست. خیلی دیگه تا کدام مرز گفت پیغمبر خدا للدین صحیح است فی الدین صحیح نیست؟ نه بزرگوار من نگفته اینطور. پس نقطه گذاری قرآن در زمان میفهمین کی شده؟ حجاج ابن یوسف ظالم، یک ظالمی تو خدمت کرده که امید که به خدمتش خیلی گناه از اون مورد بخشش قرار داده شود. ظلمش به حدی است که من نمیتونم بیان بکنم، ولی در زمان خدمت از اویی است قرآن شریف در وقتش نقطه گذاری شده. این بود جواب برادران عزیزی که میگفتن مجلس میلاد علیه السلام ثواب است یا نیست؟ ثواب است. اگر ثواب است پیغمبر علیه السلام میفهمید ثواب بودنش، میفهمید، اعلان کرده. اگر بوی نکرده خوب پت کرده خوب گناهگار اسلامی برایی. اگر پت نکرده در کجا گفته؟ هیچ جای نگفته صریحی، اما اشاری در چندین جای گفته، اما دلالتا در چندین جا دلالت کرده. حضرت محمد مصطفی بلند بگوین صلی الله علیه و سلم در سنن کبرا از امام بیهقی است، پیغمبر علیه السلام میفرمایند که بعض چیزها را خداوند حرام کرده صراحتا، بعض چیزها را حلال کرده صراحتا، از بعض چیزها ساکت است، جایز ناجایزش گپ نزده. اصل در اشیاء اباحت است. اصل در اشیاء چی است؟ جواز داشتن است. پس میلاد محمد علیه السلام به این قانون هم جایز است، گرفتنش مستحب است، ثواب داره. با این قدر دلایل قاطع بگوین الله اکبر. بازم اگر کس مجلس میلاد پیغمبر علیه السلام علمی بسیار نرم با برادری رد بکنه، برادر ما است، ما به او احترام داریم. این است اخلاق دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. امام ابو حنیفه سه قسم نماز میخوان، میگو یک قسم نماز خواندن خلاف سنت است. با امام مالک جنگ میکرد؟ بله؟ سبحان الله، امام مالک که میده بغلش میکشد. امام مالک صاحب یک قسم نماز نمیخونه یا شافعی مذهبات دست مبارک بالا میکنه؟ امام شافعی سر قبر امام ابو حنیفه میره، بگوین الله اکبر. مخالف نظرش از اگر نه این تو نماز میخونه میگه تو بدعت است نماز خوندن، اما سر قبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میره. ما از همه علمای افغانستان و از همه علمای جهان اگر فارسی میفهمند خواهش میکنم که آب با آسیاب دشمن نریزانین، اختیارتان، مستحب بگوین یا مستحب نگوین، دعا میکنین دعا نمیکنین، قرآن میخوانین بعد از نماز قرآن نمیخوانین، مولودی میگیرین مولودی نمیگیرین، و صدها این قسم موارد باید دست به دست هم بتیم. مشکل نداره، هر کس راهش تعیین است، از آیتی از حدیثی استنباط میکنه. خداوند روح ما و گذشتگان ما و شما را شاد بگردانه. بیاین که چند دقیقه مونده از میلاد او سردار اخلاق بحث کنیم و یک چند کلمه بشنویم که آیا باز به خود حق میتین که هیچ مسلمانی را چیزی بگوین. یک وقت مرا یک برادر سلفی دوزد در فیسبوک، ما گفتم این نمیده کدام حدیث ثابت است؟
تو که دشنام میتی من که با تو دشنام نمیتم. والله مرگ بگوی جان برات میگم. تو مرگ بگوی من برات جان میگم. به احترام او کلمه‌ای که در قلبت نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله. خود تو که مرا دو زدی، این در کدام حدیث آمده بود که کس دو بزنین؟ این ما از اسلام به خدای نخواست برآمده بودم، فاسق و غافل هم بزعم تو بودم. قرآن میگه که حتی کافرها را دو نزنین. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. قرآن میگه دشنام نتین آنهایی که حتی غیر خدا را، بت پرستا را میگه. پس بیا در مکتب رسول علیه السلام، بیا تو سیرت بگو. ما میلاد خب مجلس جور کو، از بیان سیرت پیغمبر علیه السلام گپ بزن، در پوانتون گپ بزن از سیرت پیغمبر علیه السلام، در رادیو و تلویزیون گپ بزن، در مسجد و مدرسه گپ بزن، در موتر و طیاره گپ بزن، در دشت و کوه و بیان سر بالا کو، تا محمد ما را مردم بشناسن، محمد اخلاق بگوین صلی الله علیه و سلم. در غرب ما و شما رو مسلمان نمیگن، مردم میفهمین چی میگن؟ محمدی بگوین الله اکبر. ولی هر کس ریالی و بارسایی زیاد شد یا حزبا را نامشه که میگیرن. اما شما به کدام حزب هستین؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله قدوتنا، رهبر ما، عشق ما، محبت ما، سردار ما، شفاعت خواه ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. پس بیاییم در مشترکات بچسبیم، چیزایی که با